عرض سلام و ادب و احترام من رو از شبکه مهر و دانش شبکه جهانی سامن پذیرا باشید. همراه شما هستیم با برنامه دیدبان مکاتب و ادیان. همونطور که مستحضرین امشب قرار در مورد زرتشتیگری با شما صحبت کنیم. مهمان عزیزی داریم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین علی مصلح. عرض سلام و ادب و احترام. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان و مجری محترم. در خدمت شما هستم. عرضم به حضورتون که پیرو گفتگویی که قبل از ضبط برنامه با هم داشتیم، حول محور زرتشتیگری اگر بخوایم که دقیق بررسی کنیم، اول باید به تاریخچه این بحث مراجعه بکنیم و تاریخچه این بحث گره خورده با ادیانی که ایرانیان باستان توامان باهاش بودن و ازش پیروی میکردن که حالا یه بخشی از این ادیان یا یه جرعه‌ای از زمان این زرتشتیگری در ایران حاکم بوده. خب ما اگر بخوایم به اون دوره بپردازیم از کجا باید بحث رو شروع بکنیم؟ عرضم به حضور شما که در رابطه با ملل و نهل ایرانیان اگر بخوایم بحثی داشته باشیم، لازمه که قبلش بدونیم همین واژه ملت به چه معناست و دین اصلا به چه چیزی گفته میشه. ملت یک واژه قرآنی است. به معنای چی؟ ملت ابراهیم حنیفا، به معنای آیین، دین، کیش. ولی خب تو قرن 20 که خیلی از اصطلاحات تحول درش ایجاد شد، خیلی از مفاهیم جدید اومد، این واژه به معنای مجموعه مردم شدن که آرمان‌های واحد، سرزمین واحد، زبان واحد و مشترکاتی با هم دارن. ولی اصل این واژه به معنای کیش و آیینه. خب اگر بخوایم ادیان رو مورد بررسی قرار بدیم، اول باید بدونیم که اون تعریف ما از دین چیه؟ دین رو به چه چیزی میگیم دین؟ دو تعریف ممکنه مد نظر ما باشه، هرچند تعاریف بسیاری میشه داشت. یه تعریف اینه که به مجموعه عقاید موروث مقبول دین اطلاق میشه. اون چه که از پدران به ما رسیده بهش التزام داریم، عمل میکنیم و مطابق با اون آموخته های ما از پدران سلوک میکنیم. این یک تعریفی از دین میتونه باشه. اگه این دین باشه، هر مسلکی که هر کسی برگزیند میشود دین. بت پرستی هم یک دین نیست. لکم دینکم ولی دین. شما دین خودتون، ما هم دین خودمون. شما باورهای خودتون، ما هم باورهای. اگر نه مراد ما از دین چیز دیگری باشه و تعریف ما از دین این باشه که به ملت هر پیغمبری دین اطلاق میشه، یعنی به آورده ها، به آیین، کیش انبیا فقط دین اطلاق میشه، اینجا خب خیلی از این ادیان امروز یا اون مسلک هایی که بشری بوده خارج میشه. خب طبق این دو تعریف تقسیم بندی مختلفی برای ادیان کردن. یکی از تقسیم بندی هایی که مستشرقین داشتن اینه که ادیان یا ابتدایی هن یا پیشرفته. به چه دینی ابتدایی گفته میشه؟ به چه دینی پیشرفته گفته میشه؟ خب مستشرقین با نگاه خودشون که گمانشون بر اینه که انسان اولیه اون چیزهایی که مورد نیازش بوده، مثل آب، مثل آتش، مثل زمین، اینها کم کم باورش بر این رفت که اینها الهه هستند و براشون نثار میداد، قربانی میداد، نیایش میکرد. یک مثلی رو داریم توی فارسی، میگیم که فلانی اجاقش کوره. این به چه معناست؟ شما چه برداشتی ازش میکنید؟ مراد اینه که بالاخره بچه دار نمیشه که بله، اما این که ریشش در چه جاییه، بله. نه همین بچه دار نمیشه.
خب فرزند پسر بزرگ خانواده آریایی از منظر اینها مسئول نگهبانی از آتش بوده و قائل به آتش همیشه افروز بودن. حالا طبق قولی که دارن اینها در استبهای جنوب سیبری اگر بوده باشند آریایی ها، اونجا هوا سرده، خشکسالی هم حالا بوده، به خاطر همین آب هم تقدس پیدا کرده، ولی خب کم کم آتششون دائما برافروخته بود. احسنتم. این وقتی میرفتن مثلا کارشون هم شکار بوده، میرفتن یه چیزی شکار میکردن، روی این آتش میگرفتن. خب وقتی گوشت رو آتش بگیری، این چربیای گوشت بریزه روی آتش، چه اتفاقی میفته؟ شعله ور میشه. میگفتن این الهه ما جان گرفت. کم کم قربانی های از چربی های خاص، هیزم های خشک خاص و نثارهای مختلف بهش تقدیم میکردن، نیایش به درگاهش میبردن. این نگاه رو دارن نسبت به همه ادیان مستشرقین و آتش پرستی از همینجا شروع میشه. به گمان اینها شروع میشه. حالا هرچند که ممکنه منشأهای دیگه ای ما برای آتش پرستی بدونیم، ولی خب اون چه که مستشرقین معمولش تبیین میکنن همینه. خب این شکل ابتدایی پرستشه. بعد کم کم میگن نه، این آتش خودش الهه نیست، بلکه یک الهه موکلش هست. این آب خودش الهه نیست، الهه موکلش هست و مجموعه از الهه های خیر، خدایان نیک رو در نظر میگیرن و هر بدی، شری براشون اتفاق میفته به عنوان خدایان شر و آسیب رسان و مضر ازش یاد میکنن. خب اینجا میشن دو گروه خدا، ثنویت. این یه ورژن بالاتر از اون طبیعت پرستی اولی است. بعد کم کم میرسن به توحید. پس توحید میشه اون ورژن آخر و اون باور ایدئال آخرین و طبیعت پرستی میشه اولین، ثنویت هم بینابین. درست. ولی ما این نگاه رو که مستشرقین دارن که بگن منشأ شرک یا منشأ آتش پرستی این گونه بوده باشه یا دین اولی شرک بوده بعدن توحید آمده، اینو نداریم. اولین انسانی که انسان، حالا اگر بپذیریم که انسانی قبل از حضرت آدم بوده، ولی اولین انسان عاقل، خردمند، هوشمند که حضرت آدم بوده موحد بوده، یکتاپرست بوده و بله در عرض یکتاپرستی، در مقابل یکتاپرستی همواره شرک و بتپرستی و انواع و اقسام کیش‌های آلوده و التقاطی مشرکانه وجود داشته. ولی اینکه شروع ادیان رو بگیم این ورژن ابتداییش توحید پیشرفتشه، نه، توحید از اول بوده. خب پس این تقسیم بندی که ابتدایی و پیشرفته از نظر ما قشنگ و درست و اون تقسیم بندی ایدئالی نیست. یه تقسیم بندی دیگری میکنن که مبنا چیز دیگری است. تقسیم بندی دوم، ادیان یا زندند یا خاموش. اون ادیانی که پیروانی دارند ادیان زنده، اونهایی که پیروانی امروز ندارند به عنوان ادیان خاموش ازشون یاد میکنن. مثلا چه دینی؟ برفرض مثلا مانویت رو جز ادیان خاموش میشمرن. حالا اینکه مانی که بوده و چه کرده تو فرصت آینده شاید بهش بپردازیم. اما دینی که امروز آیینش ملتی نداشته باشه به تعبیر امروزی، به این دین میگن دین خاموش. بله احسنتون. خب یه نکته همینجا من بگم و اون این که خیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات شرق شناسی رشته‌هایی رو برای همین ادیان خاموش گذاشتن. دنبال چه میگردن اینجا باید مورد تأمل ما باشه که چرا مانی شناسی امروز داره بررسی میشه. امروزی که هیچ ملتی ندارد. بله، هیچ پیروانی نداره ولی هر سال کنگره داره، رشته داره، دانشجو داره و چرا اینها رو چه تحلیلی نسبت به این قضیه داریم؟ حالا بذارید اینو توی بحث شرق شناسی یا تحلیل دیگه که جای دیگه، ولی بالاخره هدفمنده، جهت داره.
آیا میخوان احیا کنن یا هدف دیگری دنبال میکنن یا ریشه هاش رو میخوان به جور دیگه القا کنن به جامعه امروز یا هر چه که دیگه، یا صرف کنجکاوی است. هر کدوم از اینها احتمال داره باشه که تو جای خودش بررسی میکنه. طبیعی. عرضم به حضورتون که تا اینجای بحث فرمودین که برای بررسی ادیان اولیه ایران باستان، یعنی انسان‌های متعلق به دوران اولیه ایران، با تئوری‌های مستشرقین اینها آتش پرست بودن، با تئوری مستشرقین. بله، نه تنها مستشرقین بلکه اسناد دیگری هم بر آتش پرستی است، ولی خب این که منشأ ادیان اینطوری بوده باشه اون رو که رد می‌کنیم، طبیعی است قرآن تبیین کرده این مسئله رو. اما اون چه که در تاریخ ایران مطرحه، در ابتدا به اون سه حالتی که فرمودین، حالت اولین بوده که عرضم به حضورتون که طبیعت پرستی می‌کردن، بعد از طبیعت پرستی به دو جریان خدایی میرسن، خدای شر و خدای خیر، و بعد به توحید. ما اینم نقد می‌کنیم. حالا یه چند دقیقه فرصت بدید من همین تقسیم بندی ادیان رو تمام بکنم. این که چنین سیری تو ایران گذشته، نه هیچ. این هم مجهوله. آره، جای تأمل داره، هرچند که کتب مستشرقین ممکنه همین حرفا رو به ما القا کنه. در خدمتتون هستیم. خب یه تقسیم بندی دیگری که برای ادیان میشه شمرد، ادیان الهی و غیر الهی. ادیان الهی، ادیان خدا باور. غیر الهی، ادیانی که یعنی مسلک هایی که اصلا باور به خدا درشون لحاظ نداره، لحاظ نشد. تقسیم بندی دیگه نبوی و غیر نبوی. تقسیم بندی دیگه ابراهیمی و غیر ابراهیمی. این تقسیم بندی آخر مراد ما هست که ادیان یا ابراهیمی اند یا غیر ابراهیمی. به چه ادیانی ابراهیمی گفته میشه؟ به ادیانی که بعد از حضرت ابراهیم بودن، یا توحید مفهوم حضرت ابراهیم درشون. احسنتم، همین مورد آخر که به قول شهرستانی و من العجب میگه تعجب میکنم توحید خصیصه ادیان ابراهیمیه، بقیه ادیان مشرکان است. بعد نقل میکنه، حالا تو قرآن هم ما نگاه میکنیم همیشه و همواره اون چه که خداوند بهش رجوع میده که محل پیوند ادیان آسمانی است، همون ابراهیمی بودنه. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و اتبع ملت ابراهیم حنیفا. چه کسی نیک دینتر از کسی که تسلیم پروردگار باشه، عمل صالح انجام بده، تبعیت از آیین و کیش ابراهیمی بکنه. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. این یکی. حتی بعض جا خداوند تخطئه میکنه کسانی که دنبال کیشها و آیینهای دیگری میرن. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی سفیه تر از اون کسی که رویگردان از آیین ابراهیم میشه. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا که مال این آیه است، ولی اونجا ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. پس کیش راستین، کیشی که شاخصه توحید داره، کیش ابراهیمی است و انبیای ابراهیمی، که اگر ما بخوایم ادیان زنده دنیا رو امروز بشمریم، سه کیش و سه دین، اسلام، مسیحیت و یهودیت، این سه تا چی هستند؟ سه تاشون از ادیان ابراهیمی هستند. و السلام. پس دیگه همجا تکلیفمون با دین زرتشتی مشخص شد. دین زرتشتی جز ادیان غیر ابراهیمی محسوب می شود. همین توش نکته است. بعضی ها اینطور تقسیم بندی کردن: ادیان آریایی، زرتشت، هندو، بودا، سیک، جین، اینها میشن ادیان آریایی. ادیان خاور دور هم کنفوسیوس، دائو و شینتو. خب پس تا اینجای قضیه دین زرتشتی به عنوان یک دین غیر ابراهیمی معرفی میشه. این تعریف مستشرقینه. این تقسیم بندی معمول
عرضم حضورتون که مراکز آکادمیک و دانشگاهی یعنی همه جا. به تعبیری برای تقسیم بندی دین ها چند المان وجود داشت. آخرین المانی که مطرح کردیم بحث دین ابراهیمی است که این مورد تایید اندیشمندان حوزه دین هست دیگه. بله. میگن آقا دین ها به دو شکلن، یا ابراهیمی هستن یا غیر ابراهیمی. ابراهیمی ها ادیانی هستن که توحید باوری درشون وجود داره و غیر ابراهیمی ها توحید باوری درشون وجود نداره به کل. آره ممکنه تقسیم بندی دیگه هم، یعنی جور دیگه هم جاشون بدیم که اینا آقا آریایی ان، یا اینا مثلا مال خاور دورن، یا اینا تو بین النهرین بودن. هر کدومشون و با این تقسیم بندی دین زرتشت و به اصطلاح زرتشتیگری جزو ادیان ابراهیمی نیست. احسنت. این تا اینجای قضیه. درست. خب این که در ایران چه گذشته و ایرانی ها به چه ادیانی روی آوردند، این مسئله دومیه. پس بحث اول ما این بود که اصلا دین چیست. دین روی تعریف کلی براش داریم. حالا میپردازیم که ایران باستان از چه دینی تبعیت میکرده. احسنت. اون چه که مغفول مونده امروز اینه که به اسناد اسلامی مراجعه نمیشه و مستقیم میریم سراغ عرضم حضورتون که اوستا و از اوستا شرک رو اخذ میکنیم و میگیم این کهن‌ترین منبع ماست و طبق اوستا ایرانیان قبل از این که زرتشتی باشند میترائیسم یا مسلک‌های دیگه شرک‌آلود رو داشتند و هیچ یادی نمی کنیم از ادیان راستین، ادیان انبیا. گفتیم طبق یکی از تعاریف دین به چی اطلاق میشه؟ آنچه که ملت هر پیغمبر، آنچه که انبیا میارن. ولی ما نگاه میکنیم به اسناد اسلامی که بالاخره مرتبط با انبیا بوده باشن، مأخوذ از عرضم حضورتون که منابع وحیانی ممکنه بوده باشه، نگاه میکنیم اینطور نبوده تو ایران. ساعد در طبقات الامم ذکر میکنه و عده زیادی هم ازش تبعیت میکنه که چی؟ که ایرانیان در بد و امر تابع کیش حضرت نوح علیه السلام بودن. این یه برهه وحیانی بودن دین ایرانیان و تابع انبیا بودن دین ایرانیان. در وهله دوم آنچه که معمول مورخین بهش استشهاد میکنن، چه مسعودی باشه، چه طبری باشه، چه خود ساعد باشه، چه دیگران از مورخین باشن، نقل میکنن که ایرانی ها به دین سابعی در آمدن، مسلک سابعی در آمدن در وهله دوم. خب این مسلک سابعی که در اسناد ما هم موجود هست به چه دینی اطلاق میشه؟ اینجا ممکنه بعضی اشتباه بگیرن، گمانشون بره به این که سابعین همون مندایی ها هستن. نه، سابعین اینجا اصلا ما مرادمون مندایی ها نیستن. طبق اون کتب تاریخی سابعین رو ما تابعین بوزاسف مشرقی، بودای اول میدونیم. طبری این رو نقل کرده، دیگران نقل کردن. معمول مورخین میگن بودا رفت، یعنی بودای اول یا بوداسف رفت به درگاه طهمورث که حالا آیا اینها اسطوره است، افسانه است یا نه، اینها تاریخ دین ایرانیان هست. این باید مورد تأمل قرار بگیره. خب و اونجا عرضم حضورتون دین سابعی رو عرضه کرد و کاری که انجام داد دعوت کرد مردم رو به دین سابعی. حالا دین او چه بوده اینجا هم باز جای تأمل داره. دین خود بودای اول. بله. خب این که دین بودای اول چه بوده این جای تأمل داره. بسیاری از مفسرین اطلاق میکنن که همون یک نوع طبیعت پرستی بوده، یعنی یاد میکنن از پرستش خورشید و ماه و ستارگان یا حتی سیارات که آیا این بودای اول
دینش دین پرستش ستارگان و سیارات بوده، یا نه به حالا نمازهای داشتن، کیشهای دیگه‌ای که بهش اطلاق میشه، که مسلک‌های دیگه‌ای که به خود بودای اول اطلاق میشه، این باز جای تأمل داره. خب بحث به جای جالبی رسید. اگر اجازه بدین یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم باز به بحث سابعین بپردازیم. در خدمت شما بحث رو بینندگان عزیز منتظر چشمان مهربانتون هستیم. وقت بخیر، هنوز همراهتون هستیم با برنامه دیدبان مکاتب و ادیان. بحث ما در مورد زرتشتیگری است. با حجت الاسلام و المسلمین مصلح پرداختیم به اینکه دین ایرانی ها در ابتدا اونطور که در تاریخ اومده تابعین حضرت نوح بودن و از یک زمان به بعد تابعین جریان سابعیگری شدن، بودای اول، که بحث به میان برنامه کشید. ادامه میدیم بحثمون رو. این سابعیگری رو هم طبق تعاریفی که کردیم که تابعین بودای اول محسوب میشن، خود بودای اول هم معلوم نیست که دینش چی بوده و ولی یه کلیاتی ازش میدونیم. طبق گفته شهرستانی این سابعین قائل به متوسط بشری نیستن برای ابلاغ دینشون، یعنی طبق اون مسلکی که دارن، اشراقاتی که، ریاضت‌هایی که میکشن، عبادت‌هایی که میکنن، ممکنه خودشون بتونن ارتباط بگیرن با خدایان طبق اون مراتبی که طی میکنن و این که پیامبری بیاید یا واسطه ای باشد، قائل به واسطه برای رسیدن به متوسط بشری نه، ولی خب بله ایزدان خودشون میتونن متوسط مثلا حالا غیر جسمانی باشن، جسمانی نباید باشه این کسی که واسطه پیام‌های مثلا حالا الهی که همین بالاخره پیشگویی‌ها یا هر چه که به دست میارن، اون چه که هست جسمانی نباید باشد. آره. این میشه جریان سابعی و تابعینشون سابعین که ایرانی‌ها در دوره تابعین این جریان بودن. احسنت. بعد از این جریان چه جریانی؟ خب اینا اشراق محورند، اشراق باور و اشراق محورند، یعنی طبق اون سختی هایی که متحمل میشن کم کم به اشراق میرسن و ارتباط میگیرن. بعد از اون در دوره بعدی، حالا اینجا یک وقفه است که من نمیدونم اینو کجای تاریخ باید قرار بدیم. یعنی ما داریم در تواریخ اسلامی که بسیاری پادشاهان ایران خداپرست بودن و وقتی گفته میشه خداپرست بودن دیگه معلوم میشه تو مسلک های انحرافی نبودن و تابع انبیای زمان خودشون بودن. حالا چه پیغمبری بوده است و او دین چه پیغمبری رو ادامه میداده این روشن نیست، یعنی دوره زمانی مشخصه قبل از حضرت مثلا. بعضی هاش مشخص نیست، بعضیش مشخصه. اون چه که مشخصه اینه که هم شهرستانی در ملل و نحل، هم مسعودی نقل میکنه که در دوره از زمان ایرانیان و پادشاهان ایرانیان به دین حضرت ابراهیم در آمدن و ابراهیمی بودند. این مشخصه. پس در برهه‌ای از زمان ایرانیان در مسلک و کیش راستین ابراهیمی قرار گرفتن و دینشون و کیششون ابراهیمی بود. هرچند ممکنه منطقه باشه، بعضی از مناطق همچنان سابعیگری ادامه داشته باشه، یا هر اینو بگیم کجا قرار بدیم خود باورشون به ادیان توحیدی و ابراهیمی، این جای تأمل. ولی خب مسلک بعد از این و کیشی که بعد از این میاد مجوسیت هست. بعد از سابعیگری و سابعی بودن ایرانیان مجوسی میشوند. این وسط دوره تابعین ادیان ابراهیمی. این که حالا بذاریمش این وسط یا تو همون دوره سابعین یه عده‌ایشون از پادشاهان ابراهیمی شدن، این رو باید تأمل بکنیم، چون بعضی ها هیچ وقفه ایجاد نکردن بین سابعی بودن و مجوسی شدن. بعضی ها هم یک برهه‌ای رو یاد کردن که اون برهه هم پادشاهان هم مردم ایران به دین ابراهیمی بودن. بله. خب پس مجوسیت در بستر سابعیگری ایجاد میشه و در بستر کیش سابعی ایجاد میشه. نکته ای که هست گفتم
سابعین قائل به متوسط بشری نبودند. بله. تو مجوسیت هم میبینیم که ممکنه این تلقی درست باشه که قائل به متوسط بشری به عنوان پیغمبر، منتها دیناور هست، کسی هست دعاوی داره میاد، ولی اینکه باورشون به عنوان نبوت باشه این جای تأمل داره که ایرانی ها تابع مجوسیت شدن به عنوان ارزم حضورتون پیامبر، اون شخصی که این مسلک رو آورد قبول کردن مشخص شخصی است. حالا این رو توی بحث فرقه های مجوسیت ما اون چه که ازش میدونیم پیامبری داشته، ولی این پیامبر کیه؟ حالا جلوتر بحث میکنیم که آیا ما میتونیم بشناسیمش و میتونیم از منابع استخراج کنیم نام این پیامبر چه بوده یا نه. پس با این تعبیر اگر مجوسیت پیامبری داشته باشد، او هم از ادیان ابراهیمی باید چی باشه؟ برگرفته باشه. پیامبری که حالا اینو اجازه بدید که جلوتر بررسیش کنیم. پیامبر ممکنه تبلیغی از بنی اسرائیل آمده باشه، ممکنه ارزم حضورتون که این پیامبر پیروانی پیدا نکرده، ولی خب این قوم بهش بگم مجوس، همچنان که بعضی ها گفتن، و این تو واژه پژوهی مجوس ما بهش میپردازیم. ولی الان فکر کنم لازمه که وارد بشیم به این فرقه های مجوسیت رو بشناسیم تا ببینیم این زرتشت جاش کجاست. خب پس با این تعبیر تو دوره هایی که ایران باستان در تبعیت از دین و جریان فکری دین سپری میکنه، از بعد از سابعیگری میتونه به تعبیر شما تو همون جریان سابعیگری دوره‌ای تابعین ملت ابراهیم بوده باشن، یا اینکه بعد از سابعیگری توی دوره‌ای اینها تابعین ملت ابراهیم بوده باشن، در هر صورت بعد از اون دوره به مجوسیگری گرایش پیدا میکنه و جزو دین مجوس میشن. حالا این دین مجوس به تعبیر حضرت عالی فرق مختلفی داره که یکی از این فرقه زرتشت هست و زرتشتیگری. ادامه بحث رو پیش بگیریم. خب نکته مهمی که ما باید برای شناخت مجوس مد نظر داشته باشیم همین وجه افتراق ادیان ابراهیمی و مجوسیت، که ادیان ابراهیمی به چه چیزی اطلاق شد؟ مهمترین و مؤلفه اصلی ادیان ابراهیمی توحید بود. ولی مجوسیت چه؟ طبق گفته شهرستانی میگه ان تثنیه اختصت بالمجوس، ثنویت خصیصه است که خاصه مجوسه. ثنویت به مفهوم شرک، ثنویت به مفهوم دو مدبر باوری، دو مبدأ انگاری. حالا اون ثنویت هم خودش از مقوله تشکیکه، در بعضی از فرقه هاش خیلی پررنگه، در بعضی از فرقه های مجوسی ثنویت کمرنگ میشه، ولی مبدأ این تفکر مجوسیت از اونجا شروع میشه. بله. خب این که عرضم حضورتون که مجوس که قائل به ثنویت هست به چه معناست؟ این خودش جای تأمل داره. و اصلا مجوس چه کسانی بودن؟ به کیا اطلاق میشه مجوس؟ یک، هرودوت نقل میکنه که مادها 6 قبیله بودن، 6 طایفه بودن، یکی از این طوایف مجوسی ها بودند. این یک نگاه. نگاه دومی که میشه به مجوس ها داشت یا مغان داشت، حالا تو بحث مغان باید بیشتر بهش بپردازیم که چه کسانی هستن، یا اصلا خود واژه پژوهی مجوس رو باید بیشتر بهش بپردازیم. ولی همین مجوسی ها که قائل به دو مدبر برای عالم هستند، اینها که خصیصه اصلیشون و لاینفکشون ثنویت، نمیتونیم ثنویت رو ازش جدا بکنیم و این دوئیت گرایی همواره با اونا هست،
خودشون فرقه ها و مذهب های مختلفی دارن. دو مذهب و دو فرقه اصلی مجوسیت، یک مغان هستند و دوم ثنویان. این مغان ایران باستان خودشون سه فرقه اصلی دارن: کیومرثیان، زرتشتیان، زروانیان. این سه فرقه مغان هست. در فرقه مغان، فرق فرقه مغان با فرقه بعدی که خواهم گفت، اینم باز سه شاخه شد همین فرقه هم. فرقش اینه که در بین مغان ثنویت کمرنگتر میشه. یعنی ممکنه اهریمن رو، یک اهورامزدایی، یک نور و ظلمتی رو همواره باور دارند و عالم رو این گونه متصور میکنن و تصور میکنن که عالم نور و عالم ظلمت و همواره این دو عالم با هم در جدال هستن یا به شکل دیگری. خب از نظر فرقه مغان ممکنه بسیاری از این فرقه مغان باورشون بر اینه که شر و اهریمن قدیم نیست، حادثه، بعداً ایجاد شده و لذا این ثنویتشون کمرنگ میشه. ولی فرقه ثنویان کیا هستن؟ فرقه ثنویان که ازشون یاد میکنیم و خود ثنویان هم، حالا هرچند که خود اون فرقه مغان هم فرقه های زیادی داره ولی خب فعلا فقط به نامش بسنده میکنیم: مانویان، مزدکیان، دیسانیان، مرقیونیه یا مرقونیان و سیامیان و مسلک های دیگه که خود این ثنویان دارن. در بین این فرقه های ثنوی دیگه کاملا مبدأ شر از مبدأ خیر جداست. حالا در بین اون فرقه های قبلی که گفتم کمرنگتر ممکنه بشه تصور کرد، ولی اینها دیگه اصلا مبدأ شر رو کاملا جدا میدونن. اهریمن رو کاملا از مبدأ دیگری میدونن و اهورامزدا رو از مبدأ دومی میدونن. خب ولی خصیصه‌ای که همه اینها رو دور هم جمع کرده که با عنوان مجوسیت ازش یاد میکنیم، همون خصیصه ثنویت هست. بله. خب حالا اگر اجازه بدین یه مقدار به معنای واژه مجوس بپردازیم. مجوس اصلا به چه معنا هست؟ احسنت، سوال خوبیه. در رابطه با مجوس، خود واژه مجوس یک واژه معربه، یعنی واژه‌ای است که اصالتاً عربی نیست، عربی شده است، از سریانی وارد عربی شده، ولی اصالت سریانی هم نداره، اصالت فارسی داره. تو فارس قدیم و در زبان پهلوی همون مغ بهش میگفتن، مغپد میگفتن، مگوش میگفتن. تو اوستا داریم مغو یا خود ترجمهش میشه مغازار، مثلا بحث خود مغان رو بیان میکنه. ولی اینکه معنای مغ چیه؟ خب وجه تسمیه های مختلفی براش بیان کردن لغویون. بعضی ها مثل عرضم حضورتون که تاج العروس یا قاموس یا تهذیب اللغه ذکر میکنن که مجوسیت یا خود واژه مجوس از منجگوش گرفته شده، منجکوش یا منجگوش، و نقل میکنن که یک شخصی بوده دارای گوشهای ریز یا بریده شده‌ای که واضع مجوسیته. حالا جالب اینه که زبیدی تو تاج العروس قید میزنه، میگه یادتون باشه، حواستون باشه، این واضع مجوسیت زرتشت نیستا، زرتشت بعدن آمده، یک فرقه، یک جریان نیست از مجوسیت. احسنت. یعنی طبق اون دسته‌بندی هم که ما کردیم،
زرتشتیان یکی از فرقه های مجوس بودند. خود زرتشت هم به عنوان چی خونده میشد؟ خود زرتشت هم در ایران باستان در کتب ما به عنوان مغ خوانده میشه، به عنوان یکی از کاهنان دیانت مجوسی و مسلک مجوسی میشناسنش و موبدان و مغان میشناسنش. خب پس یکی از وجه تسمیه ها شد کسی که گوش بریده‌ای داره. گوش بریده یا گوش ریزی داره، منجگوش. این منجگوش کم کم شده چی؟ مجوس. این یک وجه تسمیه است. وجه تسمیه دیگری رو میشمرند و اون اینه که قرطبی بیان میکنه، میگه بعضی ها قائل به اینن که مجوس معرب از نجوس هستش. خب میگیم چرا نجوس؟ میگه اینها برای تطهیرشون، برای طهارتشون از نجاسات استفاده میکردن. دارن حالا نکته خوبی رو اشاره کرده، ولی و استفاده از نجاسات در بین هست، ولی از منظر واژه پژوهی خب مجوس از نجوس گرفته نشده، هرچند که اون نکته سر جای خودش هست. یعنی اسناد تاریخی داریم که در اون دوره برای طهارت از نجاسات استفاده می‌کرد. اسناد دینی داریم، همون خود کتاب احکام اونها موجوده و وندیداد نه فقط پس یه پله بالاتر، نه اینکه تاریخ از این قضیه روایت میکنه. در کتب دینی آیین زرتشتیگری این است که برای تطهیر خیلی جاها از نجاست استفاده میشه. عرضم حضورتون که آره، حالا بعضی جاهاش نجاسته، بعضی جاهاش یعنی اون نجاست، حالا همین الان بیان بکنم، بعضی جاها ادرار، یعنی اکثرا ادرار گاو هستش و ادرار چارپایان هستش، ولی خب در بعضی موارد ادرار انسان، یعنی ادرار انسان اونم خاص هستش، نه هر انسانی برای که طهارت استفاده میشه. آره، که در موضوع بله در موضوع احکامشون به این قضیه تبیین میکنیم، میپردازیم. خب این دو تعبیری که از الان انجام نمیشه، الان دیگه از بین رفته. خب این تا اینجای قضیه. پس اما در کتب دینیشون موجوده. بله. یک وجه تسمیه دیگری هم نقل میکنن بعضی ها و اون این که مجوس نامی است که قبیله یا نهله ای رو به اون نام میشناختند. یعنی اسم قبیله است، اسم فرقه است، اسم شخص نیست. که اگر قبیله رو بپذیریم همون حرف هرودوت میشه، اگر بگیم نه یک جمعیتی بودن، مردمانی بودن یا نهله‌ای بوده، خب حرف دیگر میشه. الان هم همین رو زبان شناسا میپذیرن، یعنی مجوس رو از مگوش میگیرند و از مغ میگیرن و میگن مغان ایران باستان، کاهنان ایران باستان، اینها با عنوان مجوس خطاب میشدن، بله مخاطب بودن. ولی کن نکته آخری که بخوام بگم اینه که ولی از نظر اسلام مجوس به چه چیزی اطلاق میشه، این حرف دومی است و اون این که از منظر اسلام مجوس ظرف همه نهله ها، فرقه ها و مسلک های ثانوی است. این یکی که شاخصه چی دارن؟ شاخصه طبیعت پرستی. یعنی در خیلی از کتب تفسیری شما نگاه کنید یا اصطلاحی نگاه بکنید، میگن مجوس همان هایی که آتش میپرستن، مجوس همان هایی که طبیعت پرست بودن، حالا مصداق‌های دیگه. پس شاخصه اینها این بوده که ثانویت داشتن و این جمع میکنه دیگه. به روحانیان یا به کاهنان معابد نمیگن مغ یا مجوس، به همه پیروان و کیشها و نهله های ایران باستان مجوس اطلاق میشه. ولی بعضی ها از اینم بالاتر رفتن، بعضی ها اطلاق میکنن مثل انس ابن مالک، مثل اوزاعی، نقل میکنن بعد از ظهور اسلام هر دینی غیر از یهودی و نصرانی این مجوسی میتونه بهش اطلاق بشه. و لذاست که آقای زرینکوب نقل میکنه که بت پرستان اروپا بتشون رو میپرستیدن، جزیه میدادن، میگفتن ما مجوس، برخلاف بت پرستان مکه که فقط باید اسلام می آوردن و
لازم بود تبعیت از اسلام، ولی که نگاه میکنیم مجوس یک گستره خیلی وسیعی داره، ولی اهم اون چه که ما بهش اشاره میکنیم کیش ایرانیان ثانوی. پس در این جنبندی ما به دو تعبیر میرسیم: مفهومی که از مجوس در نزد اهالی لغت هست و تعریفی که اسلام از مجوس میکنه. اهل لغت رو که فرمودین، در اسلام هم فرمودین که اسلام مجوس رو ظرف عرضم به حضورتون همه فرقه ها و اندیشه های ثانوی میدونه. طیب الله، احسنتم. پس ظرفش وسعت پیدا کرد. از نظر اسلام نشد فقط مغان خاصی، بلکه شد پیروان و همه مغان ایران باستان، یعنی چه از کیش مانوی باشند، چه از کیش زرتشتی باشند، چه از بقیه فرقه های ثانوی باشند. این ثانویت و طبیعت پرستی که از شاخصه های اینها هست درش اخذ شده، ولی به همه اینها اطلاق مجوس میتونیم داشته باشیم. سپاسگزارم، مرسی از این وقتی که در اختیار ما قرار دادین. انشالله پس در جلسه بعد میپردازیم به یکی از فرقه مجوس. بینندگان عزیز، از شما هم تشکر میکنم که تحمل کردید و کلام ما رو شنیدین. چشمانتون پر نور و تابع حقیقت. همراه ما باشید. فردا شب هم برنامه دیدبان مکاتب و ادیان. یا علی.